بالاخره قسمت شد ما اومدیم خواستگاری. چه حس غریبی. خودت کلید داری که پسر؟ آره. خانواده بالا نشسته بیشور. عجیبه که نصف اعضای خانواده معمولا کلید در خونه‌شون رو ندارن. بعضی از این خواستگارا دارن. چه روزگاری شده واقعا. خواستگاره. میگه خواستگاره. بابا چه آدمای آبروئری هستن ها. نگاه کن درم وا نکردم. خوب شد خودم کلید آورده میدم. محبت کن تو لیوان خودم چای بریزیم. کم رنگ باشه لطفا. این به تو رو خدا این هم شد خواستگاری. خواستگاری هم خواستگاری‌های قدیم. پسر قبل خواستگاری از بس رفته بود خونه طرف اومده بود. اهالی ساختمون به عنوان مدیر ساختمون انتخابش کردن. گفتن تو مدیری تو مدبری ما که حالیمون نیست. آقا زاده شما خونه داری؟ ماشین داری؟ اقامت اروپا داری؟ یعنی چی آقا؟ اگه اینا داشتم خواستگاری نمی‌اومدم که اصلا جمعش کن نخواستم آقا. اگه دوست گرفتی